آقا بس دیگه این ور اون ور نرو دنبال رفرال بگم. بیا من 2-3 تا راه بهت یاد بدم که بتونی راحت اگر بجنبی شاید بتونی تا 1000 تا رفرال هم جمع بکنی اگه تایم داشته باشی. پس با ما باش، این ویدیو رو ببین، کانال رو سابسکرایب کن، لایک کامنت بذار و بزن، بریم تا ویدیو رو ببینیم. ببینید با جذب کردن رفرال چی میشه؟ ببینید شما وقتی رفرالی جذب میکنید، اون اپلیکیشن، اون برنامه، حالا همستر، تپسواپ، پیکسل، هر چیزی که هست، به شما یه درصدی میده و یه درصدی هم به اون بنده خدایی که میاد زیر مجموعه شما میشه میده. برای جذب رفرال شما چی نیاز دارید؟ شما به آدمایی نیاز دارید که جزو مخاطبین شما باشن و بتونید اونا رو از طریق اکانتی که داخل تلگرام دارن بکشونیدشون داخل این بازی‌ها و به زیر مجموعه خودتون اضافه بکنید قبل از اینکه کسی اینا رو دعوت بکنه. اولین راهی که میتونید رفرال جمع بکنید چی میتونه باشه؟ شما میتونید کد بازی که دارید، همستر، تپسواپ، پیکسل، نمیدونم هر چیز دیگه ای که دارید، شما میتونید این کدا رو بردارید بفرستید برای این آدم‌ها. ولی یه نکته‌ای داره. این نکته چیه؟ شما همینجوری نباید کد رو بردارید و بفرستید. شاید این بنده خدا اصلا فکر کنه این کدی که براش فرستادید کلاهبرداریه. ببینید سعی کنید یه توضیح ریزی واسش بفرستید. بگید آقا این بازی فلان ترند شده، کلی درآمد داره، این کد رفرال منه، اگر طریق این کد بیای جوین بشی بهت مثلا انقدر سکه مجانی میده، یا مثلا انقدر دلار بهت میده، یا مثلا انقدر فلان بهت میده. اگه اینجوری بهش بگی، هم یارو تو ذهنش میگه که خب اوکی این یه بازیه، پول میده و من عضوش میشم و اگه بزنم روی این لیک انقدر هم بهم میده، ولی اگه خودم برم از طریق رباتش بخوام برم داخل این بازی ممکنه چیزی به من نده. پس چی؟ شما همینجوری برندار لینک تو بفرست برای شخصی، یه توضیحات ریز بفرست که اون بنده خدا بتونه مثلا ترغیب بشه بزنه روش و الا ممکنه که اصلا نادیده بگیره و حتی ریپورتت بکنه. راه حل بعدی، ببینید شما دور و برتون برای گرفتن چند تا رفرال اول دیگه همه دیگه الان دور و برشون پدر مادر خواهر برادر هست، میتونید از اینا استفاده بکنید، اینا رو اول بیارید و میتونید 2 تا اکانت بسازید، خودتون رو بیاین زیر مجموعه خودتون بکنید. راه خفن تری که هستش، ببینید شما برای زیر مجموعه گیری برای هر بازی، همستر، حالا همستر که خیلی وقت اومده و اینا، بازی‌های جدیدتر یا هر بازی، حالا ببینید اینها اکانت های سوشال مدیا دارن. خب شما مثلا مثل توییتر، مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام حالا نه زیاد، تلگرام هم نه، ولی توییتر و فیسبوک خیلی خوبه. چرا؟ ببینید من از طریق مثلا بیام واسهتون ایکس، رسانه ایکس یا همون توییتر قدیمی که داشتیم و بیام واسهتون توضیح بدم، یا تپسواپ. ببینید شما میخواین رفرال بگیرید چیکار میکنید؟ میان داخل شبکه‌های اجتماعی این ربات ها و این بازی ها عضو میشید و نوتیفیکیشنشون رو میذارید روی آل که چیش اینا اگه پستی گذاشتن، هر ساعت پست گذاشتن، شما اولین نفری باشید که از اون با توجه وقتی که پستی که گذاشت داخل شبکه‌های مجازی، شما اول نفری باشید که مطلع میشید. و چیکار میکنید؟ شما لینکتون رو برمی‌دارید میایین داخل شبکه‌های اجتماعی مثل ایکس. الان مثلا من اینجا دارم نگاه میکنم، مثلا همستر، تپسواپ، شما برید پستاشو نگاه بکنید، پر از لینک رفراله، پره. یعنی هر کی مثلا بیاد، حتی نه همستر، میتونی بازی دیگر رو بیارید بذارید، مثلا با یه متن خیلی جذاب مثلا بنویسی من از این بازی فلان قد درآوردم، جدید اومده، بودو بیا فلان اینا. مثلا بیایید داخل ایکس برید بگردید، راههای بسیار زیادی به غیر از این هم هستا، ولی این چیزیه که مثلا اینا خیلی ترندن دیگه. هر یه پست که میذارن تو ساعت هزار تا کامنت و ریتوییت و اینجور چیزا میخوره و شانس این که افرادی که هنوز جوین این بازی نشدن بتونن بیان زیر مجموعه شما بشن. این یکی از راههای جذب رفراله که خیلی هم میتونه تاثیرگذار باشه. باید وقت بذاریدش، الکی نیستش که هلو به پرتو گلو نیستش. میخوای پول در بیاری، میخوای رفرال بگیری، باید واسهش تلاش بکنی تا بتونی رفرالاتو جمع بکنی. من خودم اوایلش نمیتونستم، بعد چند وقت گذاشتم و الان توی هر بازی حداقل 20 تا 25 تا 30 تا دارم و اونم توی چند روز.
ببین اونایی که از اولش داشتن این کارا رو میکردن هزار تا رفرال تونستن جمع بکنن و از اونا کامیسیون گرفتن و کلی درآمدشون رفته بالا. و سوشال مدیا بعدی فیسبوکه. ببینید دوستان، فیسبوک چون فاکتاپ نشده هنوز، فیسبوک توش زیاد فعالیت نیست، میتونید از طریق فیسبوک هم برید اقدام بکنید، ولی اینجوری نیستش که اینا سوشال مدیا اگه داشته باشن هم میتونید، ولی میتونید پستایی بذارید و از اونجا هم مثلا کسب رفرال بکنید. فیسبوک و توییتر رو صفر بگیرید، اگه اکانت ندارید برید سریع بسازید. توییتر که همه دارن چون هر کی اومده تو همستر و تبس و اپ و نات کوین دیگه الان یه دونه اکانت توییتر داره. فیسبوک هم جای خوبیه. راه بعدی که میتونید استفاده بکنید دوستان، نرم افزاری هستش به نام ترند. این نرم افزار چیکار میکنه؟ ببینید شما میتونید از طریق ترند برید داخل گروه های واتساپی که من زیاد توصیهش رو نمی کنم چون ترند بیشتر من از طریق واتساپش رفتم و گروه های زیادی هستش، میتونید از طریق ترند برید استفاده کنید. لینکش رو داخل گوگل اگه سرچ بکنید نرم افزارش هستش، مواظب باشید نرم افزار اصلیش رو دانلود بکنید فکر نباشه. از طریق ترند میتونید رفرال کسب بکنید. راه بعدی فعالیت داداش، فعالیت باید بکنید تا بتونید رفرال بگیری. چجوری؟ ببینید من خودم کانال تلگرام داشتم، من سال 2018 کانال تلگرام ساختم، داخل اون اخبار بیت کوین رو میذاشتم، نمیدونم نیوز میذاشتم، تیپ میذاشتم و چند وقت ولش کردم. این داستان که اومد باب شد، تپ جنریشن اومد، نات کوین و این دو چیزا اومد، دیدم که خیلی‌ها دارن از طریق تلگرام دارن مخاطبین و رفرال های بسیار زیادی دارن کسب میکنن. چرا اینجوری من دارم حرف میزنم؟ بسیار چرا کتابی بودم؟ من کتابی نبودم. آره یه عالمه رفرال کسب میکرد یارو. بعد چجوری دیدم؟ خب کانالاشو دیدم تبلیغ میکنه، کلی ممبر داره، لینکاشو میذاره فلان. بعد این کار تیمیه، سولو هم میشه انجام داده ولی بعد یه خورده باید انرژی زیاد بذاری و این تنبلیو بذاری کنار، باید محتوای دیلی بذاری، کانالتو بیاری بالا، تبلیغ کنی، فلان کنی، محتواتو بیاری بالا. ممبر که میاد توی کانالت پراش بریزه، میگه واو چه کانال فعالی، چه اخبار مهمی میذاره، چه نکات حرفه‌ای میذاره. من تو این عضو بشم کلی درآمدم میره بالاتر، کلی سکه میره بالاتر. و از طریق این بعد اینکه کانال رشد کرد تو میتونی بازی‌های جدید رو بذاری، بازی‌هایی که کمتر کسی هنوز ترند نشده هنوز. خب این بازی‌ها رو بذاری و اولین نفری باشی، مثلا بازی‌هایی مثل همسترهای آینده، بازی‌های بالاخره بعد همستر هم قراره یه سری بازی‌های جدید بیاد که اومدم الان دیگه، اینا همستر نی. میتونی بازی جدید بذاری، رفرال سنگین بگیری و مثل اونایی که از نات کوین کلی پول در آوردن، چون اونا بسیار زیاد داشتن رفرال و از همین راههایی که من دارم بهتون میگم تونستن این رفرال رو جذب کنن دیگه. پس این راهش اینه، از شماره مجازی میتونی استفاده بکنی که اونم خود هزینه زیاد شماره میپره، ولی همین یکی دوتا کانال تلگرام، فعالیت داخل یوتیوب، کانال بزن، محتوا بذار، از طریق پستایی که داخل سوشال مدیا میذارن برو تو کامنت ها میتونی لینک تو بذاری، بازی‌های دیگر رو بذاری. و اینکه فعالیت داداش باید فعال باشی تا رفرال بیاد واسط، باید دنبال رفرال بدوی. رفرال اینجوری نریخته که بری یه مش برداری بیاری. رفرال مخصوصا الان همستر که دیگه اشباع شده، 100 میلیون فاکین پلیر جمع کرده این بازی، یا من نکنم هیچ بازی باشه که همچین اصلا نداریم دیگه. اولیش همستر بدون رقیب اول وایستاده داره آب پرتقالش رو میخوره. نات کوین بود که اومد این مسیر رو پهن کرد، حالا همستر اومده رکورد اون رو شکونده. پس داداش فعالیت کن تا اگه میخوای رفرال بگیری. اینم از این که گفتیم فعالیت فقط دیگه. موفق باشی داداش، گوشاتو تیز کن واسه بازی‌های جدیدی که میاد. قبل اینکه ترند بشن شما اولین نفرایی باشید. داخل کانال تلگرام BTC underline legacy میتونی عضو بشی، اونجا بالاخره کامبو کارتای همستر میذاریم، کدا رو میذاریم و موفق باشید.